که به زیناگاری خودتان دادید، انشاءالله که در این مسجد شما نیستید اما این نوار رو شاید تماشا کنند، خواه پول دارند، خواه اینکه پهلوانند، خواه منصب دارند. من به همشان خطاب میکنم کسی زنا میکند با دختری مردی بیگانه، با زنی مردی بیگانه، با خواهری مردی بیگانه، منتظر شود که با زن او با دختری او کسی این خیانت میکند. پیغمبر سخنش بیجا نیست. من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکنه حتما در خانهش کسی دیگر زنا میکند. من یزنی فی بیت بألف درهم، حضرت امام شافعی نظمم دارد کسی در یک خانه پول داد و فاحش خانه میره، 1000 روبل میته فاحش خانه میره زناگاری برای خرسان کردن 2 ساعت. یزن فی بیته بغیر درهمی، اما خانه او ده کسی میرود که به پول با همسرش با دخترش زنا میکنه. تو پول داده زنا میکنی، خداوند هم تو قادر است که در خاندانی تو به پول کسی رو میبره زنا میکند. نکنه بچه های عزیز، بازم میگم خداتان ده جبر نکنید. 6 ماه 7 ماه کار کنید روی پیش همسراتان، زیرا همسراتان در اونجا محتاج شما هستند. در اونجا چشماشان به سوی راه شما است که کی شوهر رو میبیاد. روی خانه پاکیزه با همسراتان که خدا به شما حلال کرده است. والله هم خوابگی با همسر هم راحت است، هم ثواب است، هم صدقه است. تبسم شوهر به روی خانمش این عبادت است. علاقه جنسی شوهر با خانمش این عبادت است. چی 2 رکعت نماز خانه، چی یک بار خانمش که علاقه جنسی کنه، هر دو یک ثواب دارد وقتی که نکاح حلالی باشه بیناتان. اما زنا ندارید بچه عزیز. بازم میگویم زنا خجالت هستیم. امروز کسلی های سپید و کسلی های سیفلیس و کسلی های دیگری که برآمده است همه ثمره زناست. امروز من پیشاب بعضی جوانان نمیستند. امروز اکثر جوانای ما در سن 30 و 35 چیز از همخوابگی با خانماشان تمام شده ایستادیان. همه این ثمره زناست. باور کنید ثمره انمو فیلم های بد اخلاقانه است که شما تماشا میکنید. دیگه شوهر در 30 رفته از الکید با خانمش خواه رفته نمیتاند. بانه میکنن که من کسی بست است و من کسی سحر کرده. اینا دروغ است. سحر و بسته والله انا همون ثمره فیلم های فحشاست، انا همون ثمره های زناگاری است. دیگه به همسر خود علاقه جنسی کرده نمیتونید. بنابر بچه های عزیز خداتان نگه داره. رسول اکرم ببین اینجا کی رو تعریف کرد؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله. جوانی که یک دختر او رو دعوت میکنه اما او میگه من از خدا میترسم این راه ده نمیرم. یا یک دختری خوشرو زیباست جوان است، مثل که من شنیدم بعضی دخترای تاجیکی ما یا از ازبکستان اینجا می آمدین، بعضی جوانای بولهوس برای اونها رو افلاس کردن. یا هفته 10 روز خطیشان بازی میکردن و بعد از آن کوچه سرشان میدن کجا که رود چی کاری که شود. این ناجوان مردی است. بنابراین من به این خواهرها خطاب میکنم، هر خانم میارم که هر خواهر اسلامی را که یک جوان بد اخلاق اگرچه پولدار و ثروتمند و منصبدار است او به خودش دعوت کند به کاری بد، به کار زنا، این خواهر در جواب گوید که من از خدا میترسم این کار نمی کنم. این خواهر اسلامی هم روز قیامت در زیر سایه عرش است. خداوند برای کسانی که خداشان از زنا نگاه می‌دارند جنت وعده کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. کسی که خوش کنترل میکنه، لجام نفس میکشد، برای زنا و حرام نمی رود از ترس خدا که خدا من تماشا دارد، از ترس مرافعه سودی پیش خدا که پگه در پیش خدا مرافعه بشم، خوش از زنا نگه می دارد. فإن الجنة هی المأوى. بهشت قرارگاه اوست. بهشت چی جاست عزیزان من؟ جایی که جوانش دیگه پیری نداره، شادش دیگه غم نداره، خرسندش دیگه ماتم نداره، حیاتش دیگه مرگ. آنجا قرارگاه شماست. اما برعکس
کسی که برای زنا و فحشا رود، برای عرق نوشی و بد اخلاقی رود، 2 روزه حیات دنیا گویا غنیمت دانسته خوش در ورطه هلاکت اندازد، قرارگاهی او زندان پر عذاب دوزخ است. بنابر بچه های خوش رو، خداتان نگه داره، خداوند شما را سلامت دارد. ششمش کیست؟ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. شخصی است که جوان مرد و عالی همت است، دستیاری به محتاجا و به کمبغلا دراز میکند، دستیاری به یتیمها و به محبس خانه ها دراز میکند و این جوان مردی عالی همتش برای خدا بود، نه برای ریا، نه برای شنوانیدن. حتی پیغمبر تشبیه کردند که با دست راست صدقه میکنه به یک محتاج کمبغل، دستی چپش نمیفهمد. معنی این که خودش میداند و خدا کسی دیگر نمیداند. این جوان مرد عالی همت هم، این جوان مرد سخاوت پیشه هم، این جوان مردی که جوان مردی دارد، خدا او را دوست می‌دارد. در زیر سایه عرش خدا او را نگه می‌دارد. بنابراین بچه‌ای که شما با دولت هسته، ثروتمند هسته، الحمدلله شرایط خوبی کاری داره، شما با جوانایی که نو میبیان از وطن، حالا شرایطی کار ندارند، حالا جای کار ندارند، شاید درآمدی خوب ندارند، روزگارشان وزبین است، اونها رو یاردم کنید. هموطناتان یاردم کنید، اونها رو با جای کار تأمین کنید تا جای کار یافتنشان اونها رو پول تید زندگیشان رو پیش برند. والله خدا شما رو دوست می‌دارد. زیرا پیغمبر خدا میگن المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. کوشش کنه یک دیگر تان فریب نکنه، کوشش کنه یک دیگر تان غارت نکنه. وقتی که من در سنت پترزبورگ بودم